بسم الله الرحمن الرحیم. شما مسلمانید همه خله؟ البته ممکن است من یک دو سوال پرسم از شما. بله پرسیدن گیر برادر. چی باید کنی که دین اسلام را قبول کنی؟ کلمه شهادت را باید گفت. نیست خدای جل و محمد پیغمبر خداست همین قدر. باید نماز بخونیم 5 وقت در یک روز. و باید روزه بگیریم در ماه شریف رمضان. شراب نوشیدن جایز نیست، سیگار کشیدن جایز نیست. مایلش خب من فهمیدم که در پیش مسلمان ها نیست. این باری عظیم است که بر کوه است، این نور درون دل عشاق نهان است. غافل چوز تعظیم خدای تو چی داری؟ یک سجده آگاه بهای دو جهان